اینجا چی گپ است؟ تو در اینجا چی کار میکنی ها؟ چه کار میکنی در اینجا؟ کی شما رو با اینجا فرستاد؟ اکا بگو شما در اینجا چی کار میکنید؟ گپ زن شما در اینجا چی کار میکنید؟ اکا از برای خدا من چیزی رو نمیدونم. از ما خواهش کردن، دیگران همه در درونند. در اینجا همه چیز آماده است. ما میتوانیم که پخش مستقیم را آغاز کنیم. در آشخانه هم همه چیز آماده است. خوش آمده جناب فرهاد. ما کار را تمام کردیم. تجهیزات گوشکنی را در جایش گذاشتیم. خاموش کنید همه را. خاموش کن نگویم. من آخرین بار به همه شما میگویم، آدمی که خاطرتان قوی نیست پس در یگان جا بنویسید. آنهایی گوید که نمیشنوند. من همه شما را آگاه میکنم. اگر شما باز یک بار دیگر در نزد خانه برادری من پیدا شوید، همتون را نابود میکنم. زنده نمیگذارم. بار سوم نمیبخشم. جنازه‌تان را میکنم. جناب نمیک فرمودند که دمت را گیر و به کارهای خودم مشغول شو. درباره جناب نمیک چیزی نگوی. زود باش شروع کن. خیر جانکه، من باز می آیم. خدایا توبه. تمام، گفتگو نمی کنیم. با گمانم تو خونده و نوشته می توانی. ببین در اینجا نوشته شده است بغیر از هیئت طبیبان دیگر کسی حق وارد شدن ندارد. یعنی تو حق نداری. فهمانیده توانستم؟ با اتاق جراحی میبرید؟ بله، صدمه را. وای، صدمه روی داد. خدا شفا دهد. تشکر. براری کار. تاکسی. من خاندان الیکلی بزرگ نمیگذارم آواز پهن گردد که خدمتگار رو کلین کردم. بیا مونپا، مردم از کجا میفهمد که صفیه خدمتگار است؟ توی خوردکت میکنیم. تمام. لباس وقتی که نوست به کس میزیبد. با گذشت وقت مگر آن بهتر در تن میشیند؟ تو را خواهر نامیده سر و لباس دادیم، ولی آن به تو نمیزیبد. به صفیه مگر میزیبد؟ من به تو نگفته بودم که با این چشم گرسنه دیگر ملاقات نکن ها؟ من مگر از برای همین این دختر رو از این خاندان پیش نکردم؟ مانید مادر، آن زمان او حامله‌دار بوده است. من باید چیکار میکردم؟ دختر با کودک سرسان شده گردد، مگر این به من میزیبد؟ نه، من توی کرده نمیگذارم آبرویم ریزد. بینه تو حال این گرنگ. آبیدین درست میگوید اپا. با پسرت فخر کن. زن و کودک را به کوچه پرتافتند به ما نمیزیبد. تو یگان سخنی مرا قدر نمی کنی؟ میکنم، در آن صورتی که تو حق باشی. به زودی نکاح شما را به قد میگیریم. بگذار که این کار طول نکشد. مبارک باشد جیان. خداوند به تو بخت دهد. مادرت را گوش نکن. با گذشت ایام مادرت عادت کرده کلینش را دوست می دارد. ببین که تو مرا در کدام حالت گرفتار کردی.
تماما شرم نمی کنی ها؟ پس از مرگ پدرت آخرین امیدی من تو بودی عابدین. من باید فخر میکردم که تو مردی خاندانی من هستی. من تمامی کوششم رو بهر تو صرف کردم. تو در کالج تحصیل کردی، خوردی و گشتی. من طول 8 سال بازگشتی تو رو انتظار شدم. من امید داشتم که پسری من با بازگشت موقعش را در این عائله پیدا میکند تا آمدنی تو. ولی تا آمدنی تو فرهاد منبر صاحب شد و تو باشی بپروایی میکنی. تو غلامی فرهاد شدی. از روی تو شدم. من دایم در نزد نمیک و یتیر قدر ندارم. تو با خدمتگار ملاقات کردن رو آغاز کردی، ولی من به این طاقت میکردم. ولی تو از روی آن کودک شده خودت را نابود میکنی. تا وقتی که موقعیت را در این خانه پیدا نکنی در چشم من نتاب. مرا دیگر مادر نگوی. مادر خواهش میکنم همه این را یک نکن. میخوایی که من او را همراهی کودک تنها گذارم؟ درست است که من اشتباه کردم. خواهش میکنم مادر جان، شما ملکه من هستید، ببخشید. تو یک بیچاره ای، عیناً مثل پدرت بیچاره ای. فؤاد کار را تمام کردی؟ تمام کردم. برادر، ما همه جای را تازه کردیم. یکان سپارش دیگر هست؟ میتواند روید. خوبو، ولی به جناب نمک چی گوییم؟ گوید که فرهاد سلام رساند. فهمیدید؟ گوید که فرهاد سلام رساند. خوب شده است. خاطر نشو. تو خلاصه درست برآوردی. عائله ما نمیتواند که زن را با کودکش در چراهای زندگی گذارد. یا به زنی میگیری و یا به شوهر میدهی. مهمش نامی تو داغدار نگردد. به من فشار نیار یتیر. من حالا با کارهای شب گذشته حسابی نکردم. من از هیچ چیز نمیترسم. بگذار نفری ترسد که اشتباه کرده است. من علاقه فراموش کردم. من مشکلی دیگر دارم. اپای خاندانی بیچاره در این سن و سال ضربه سخت گرفت. من خاموش ایستادم به خاطر که جوانان را آزرده نکنم، ولی عابدین خود و مادرش را محو نمود. این گونه اشتباه های بیعقلانه می تواند که مشکلی کلان را ایجاد سازد. اگر ما از این کار پیشکی آگاه می شدیم، اگر ما از این کار پیشکی خبردار می شدیم، به صفیه مانع می شدیم. بگذار خداوند مشکلی از این کلان را به ما نفرستد. اگر هر کس قدمش را دانسته ماند هیچ واقع روی نمیدهد. علاوه به این ما آدمان کلان هستیم. ما چی پیامد داشتن خطاهایمان را پیشکی باید دانیم تا خود عائله ما را حمایت کنیم. همینطور نیه یتیر؟